یو اومدیم با ویدیو شلاقی. بچه ها اومدیم برای ویدیو شلاقی زدن. اول اسنایپی شاتگانی اصلا با گام میشه شلاقی بزن. اینجوری دارم به تعظیم میکنم که اینقدر راحته. صدا رو زیاد کنمش اینقدر راحت. بعد کلاس پامپد برمیداریم. بذار یه لحظه اینجا بود، نه کنارش چون نبود کنارش. پامپد رو برمیداریم چون من راست دسته میندازم شونه راست، اگه چپ دسته میندازم شونه چپم. برای که این شکلی بزنید شلاقتون رو، خب این شکلی شلاقتون رو بزنید. حالا من 20 دادم. خب برای که اینجوری شلاقتون رو بزنید باید اول اینجوری تمرین کنید. هی با پامپد برید بالا، هی با پامپد بیاید پایین، هی برید بالا، هی بیاید پایین. بعد اینجوری نایف بزنید. نایفتون اینجوری نشه، نایفتون اینجوری باید بشه. اینجوری باید بشه، اینجوری نباید بشه واقعا. خب چون اصلا اینجوری جواب نمیده. بعد اگه مثلا انمیتون جلوتونه، خب این کارو نکنین، اینو سری نزن. این برای کلیای نمایشیه، خب برای انمیایی که نوبن جلوتون. خب این کارو نکنید. بیا این مثلا اینو بزنید، مثلا یه دقیقه 2 دقیقه بعد یه جامپ بزنید، شاتتون رو بزنید. عین من نکنید همون لحظه ثانیه‌ای اونجا تا شما بخواید بجنبید انمی زدتون. باید خیلی دستتون تند باشه اگه بخواید اینجوری بزنید. بعد اینجوری تمرین کنید، برید بالا بیاید پایین. هی تقریبا یه ما باید تمرین کنید. من تمرین کردم تا اینجوری تونستم میزنم. من اینجوری هی باید تمرین کنی، میری بالا هی میای پایین، میری بالا هی میای پایین. با حالا میای نایفتو میزنی، بعد نایف سویچ گانتو میزنی. اینجا تمرین شدم بهتون نشون میدم. جوادشون میزنی، بعد اینجوری میزنی. میستادم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. باید تمرین کنید بچه‌ها تا بتونید شلاقی بزنید. امیدوارم تا از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خداحافظ.